سلام مجدد. اومدیم بالا سر این دستگاه مشتری عزیزمون که روشن نمیشه و این که به یه مسئله‌ای برخوردم که گفتم با شما به اشتراک بذارم که در جریان باشید، که فکر نکنید که لباسشوییتون لباس رو به صورت کامل شستشو میکنه و هیچ گونه مریضی به وجود نمیاد، که اکثر مریضی های پوستی و قارچی که الان تو جامعه وجود داره به خاطر این جرم هایی که اینجا هست و داخل دیگ هست که پشت این درام زیرش، به خاطر نشستن و جرمگیری نکردن هر 3 ماه یا 4 ماه یک باره. از خانمای خونه‌دار خواهش میکنم که به فکر سلامتیشون باشن، سلامتی خودشون، بچه هاشون، خانوادهشون. و این چیزی که شما میبینید زیر این لاستیک اینجا الان دیده میشه، اینها بیشتر از این داخل خود دیگ هست و باعث مریضی پوستی میشه. حتما هر 3 ماه 4 ماه یک بار از جرمگیر استفاده کنین و دستگاه رو بذارید که جرمگیری بشه. ممنونتون.